سلام بچه های خوب، شبتون خوش. امروزم با یه قصه جدید اومدیم خونه هاتون. توی روز آفتابی توی جنگل لاک‌پشت کوچولو داشت با عجله راه میرفت. پاهاش رو تون تون تکون میداد و زیر لب میگفت باید سریع باشم، باید مثل خرگوش بدوم، اون وقت همه منو دوست دارن. خرگوش که اون طرف نشسته بود با خنده گفت لاک‌پشت جان، تو که نمیتونی مثل من بدوی، چرا انقدر عجله داری؟ لاک‌پشت نفس زنان جواب داد میخوام همه فکر کنن من سریع و قویم. دیگه از این راه رفتن آروم خسته شدم. اون روز لاک‌پشت عجول با عجله به سمت برکه دوید، ولی چون حواسش نبود پای کوچولوش لیز خورد و افتاد توی آب. ترسیده بود، نمیتونست بیرون بیاد. ناگهان مرغابی مهربون از دور اونو دید، به طرفش پرواز کرد و گفت نگران نباش، من کمکت میکنم. و با بالهاش لاک‌پشت رو از آب بیرون آورد. لاک‌پشت خجالت زده شد و گفت اوه، اگه عجله نمی کردم نمی افتادم. مرغابی مهربون لبخند زد و گفت یادت باشه هر کس یه ویژگی خاص داره. تو هم باید خودتو همون جوری که هستی دوست داشته باشی. اگه بخوای شبیه بقیه باشی دیگه زیبایی خودتو از دست میدی. هر کس وقتی خودش رو قبول کنه میتونه خوشحالتر و دوست داشتنی تر باشه. لاک‌پشت کوچولو چشماشو گرد کرد و گفت یعنی منم همینطوری خوبم؟ مرغابی سرشو تکون داد و گفت آره، تو همون جوری که هستی بهترین و خاصترین لاک‌پشتی، ولی به شرطی که خودتو همون جوری که هست دوست داشته باشی. خوب بود بچه ها؟ شبتون عالی.